سلام، مصطفی غلامپور هستم و توی این ویدیو یه فیلم خوب میخوام براتون معرفی کنم از یه کارگردان خوب. بلوط پیر، آخرین ساخته آقای کن لوچ. شکراً. Do you know what شکراً means? It means thank you. کن لوچ 87 ساله از کارگردان معروف انگلستان که از کارهای خوبش میتونیم به بادی که کیزارهای جو را تکان میدهد اشاره کنیم. سال 2006 به خاطر این فیلم در واقع برنده جایزه نخل طلا شده. یه فیلم خوب دیگه هم داره به اسم من دانیل بلیک. این فیلم رو هم حتما برید ببینید. فیلم بلوط پیر در واقع یک داستان رئالیستی در مورد یک جامعه ای از انگلستانه، در واقع یک روستایی در انگلستانه که در گذشته رونق بسیار زیادی داشته. توی این روستا یک کافه است به اسم بلوط پیر که توسط تیجی اداره میشه و تیجی تمام تلاش خودش رو میکنه که این کافه رو زنده نگه داره، این کافه رو استوار نگه داره تا مردم اون منطقه یه مکانی رو برای اینکه دور هم جمع بشن و با هم ملاقات بکنن داشته باشن. در همین حین مهاجرهای سوری وارد روستا میشن و این میشه آغاز تنش‌های داستان ما. Thank you. فیلم با ورود یک خانواده سوری به این روستا شروع میشه. تو این خانواده یه دختری هست به اسم یارا که یه دوربین عکاسی داره و از محیط اطراف خودش عکاسی میکنه. همون به بسم الله یکی از این افراطی‌های انگلیسی و نجات پرستا وقتی میره این دختر داره عکاسی میکنه میره باش درگیر میشه و باعث شکسته شدن دوربین عکاسی این دختره میشه. اتفاق شکل میگیره. شکسته شدن وسیله‌ای که در واقع پرکننده تمام فقدان‌های یک دختر مهاجر سوریه. یارا فرداش میره به کافه بلوط پیر پیش تیجی و ازش کمک میخواد تا آدرس اون پسری که باعث شده دوربین شکسته شده رو پیدا بکنه و خسارت دوربینش رو ازش بگیره. تیجی چون میدونه اون آدم قلدریه و سوای قلدری اصلا پولی نداره که بخواد به این دختر بده تا دوربینش رو تعمیر کنه، تصمیم میگیره بهش کمک کنه. میره لای وسایل خودش میگرده، یه دوربین عکاسی قدیمی پیدا میکنه و بهش میگه بیا از این دوربین استفاده کن برای عکاسی کردن. اما یارا قبول نمیکنه. اینجاست که تیجی متوجه میشه این دوربین سوای کارایی که داره برای این دختر ارزش معنوی داره. چرا؟ چون یادگار پدرشه. پدری که باشون نیست. پدری که نمیدونن اسیر یا کشته شده. If you eat together, you stick together. تیجی چیکار میکنه؟ میره دوربین خودش رو میفروشه و با پول اون دوربین، یعنی فروش دوربین خودش، دوربین یارا رو تعمیر میکنه. اولین اتفاق انسانی این داستان اینجا میافته. یارا شروع میکنه عکاسی کردن از مردم روستا، از اتفاقات اونجا، در و دیوار اونجا و همین کار عکاسی کردن باعث میشه که به بعضی از در واقع مردم اون روستا نزدیک بشه. تو همین حینی که یارا داره تلاش میکنه تا با مردم اون روستا در واقع ارتباط برقرار بکنه، متوجه این میشه که خانواده هایی دارن اینجا زندگی میکنن که شدیداً فقیرن و ممکنه مثلا در طول روز یک وعده بیشتر غذا نخورن. یارا اینجا تصمیم میگیره که به کمک تیجی و یک خانم خیر دیگه یک فضایی رو فراهم بکنه تا این آدم ها رو دور هم جمع کنه هر از گاهی و همه با هم در کنار هم مهاجرهای سوری، هم اون آدم‌های کم بضاعت اون روستا دور هم جمع بشن و با هم یک وعده غذایی بخورن. چون اعتقاد داشت که این جمع شدنه و با هم غذا خوردنه باعث به وجود اومدن یک اتحاد میشه. تیجی چی کار میکنه؟ پشت کافهش در واقع یک فضایی رو داره، یک فضایی داره که سال‌هاست ازش استفاده نمیکنه. اون فضا رو فراهم میکنه و اونجا رو مثل یک در واقع سالن بزرگ و یک رستوران در میارن و در هفته چندین بار به کمک خیرین و آدم‌های دیگه پول جمع میکنن، مواد غذایی جمع میکنن و خانواده‌های فقیر اون روستا رو به همراه در واقع مهاجرهای سوری دور هم جمع میکنن و با هم دیگه غذا میخورن. یک اتفاق انسانی بسیار جذاب. این فیلم یه صحنه خیلی قشنگ داره. یه روزی میان و اون در واقع اون سالن یه دونه ویدیو پروژکشن میذارن و
عکس هایی که یارا گرفته از روستایی ها و عکس هایی از قبلا با دوربینش گرفته شده رو میندازن روی این صفحه و یک آقای سوری شروع میکنه به عود نوازی روی اون تصویر و اون جماعتی رو میبینیم که اونجا نشستن و دارن لذت میبرن، هم از این اتفاق و هم از این که همشون کنار همدیگه هستن. It's not charity. This is solidarity. This is about... آقای کن لوچ برای ما یک فضایی رو درست کرده بی‌طرف، یعنی نه خواسته انگلیسی ها رو خراب بکنه و نه طرفدار اونهاست و ما رو وسط یک داستانی انداخته که دو دسته آدم رو میبینیم و اینکه اینا چجوری به هم نزدیک میشن و چجوری با اتحاد همدیگه میتونن کارهای بزرگی انجام بدن رو در واقع برای ما به نمایش میذاره. یه فیلم سراسر اتفاقات خوب، اتفاقات انسانی، پر از عواطف انسانی و من خیلی لذت بردم. نمیگم بهترین کار آقای کن لوچه، ولی من خوشم اومد. something together. Takes strength to build something new. خیلی خوشحالم تا اینجای ویدیو همراه من بودید. سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید و توی ساختن ویدیوهای بعدی به من کمک کنید. خدا نگهدار.